محترم جمع آمدگان، روز شما رو با خیر و شادی می‌خوانیم. که می‌دانید همه ساله در جمهوری تاجیکستان کوکنور برگزار می‌گردد و امسال نیز همین گونه عملیات ادامه یافت و در عرفه انجامیابی قرار دارد. و امروز می‌خواهیم در یک جایگی عملیات کوکنور 2014 را حسن انجام ببخشیم و بنابراین مجلس تنتنوی بخشیده به انجامیابی عملیات کوکنور 2014 را گشوده اعلام می‌نمایم و نخستین سخن را به سردار شعبه اگنتی ضد نشه‌آوری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ناحیه درواز محترم سفرخ می‌دهم. مرحمت. پیش از برآمد از فرصت مناسب استفاده برده همه حاضران محترم رئیس ما به فرار 2015 تبریک تهنیت گفتم در زندگی و فعالیت کاری امروزتان بردباری ها و تنصیحات خاطر جان بردباری میخواهم. بعد از آن برنامه را خیلی کم به شکل کوتاه‌تر میگذرانیم. با مقصد اجرایش سپارش دستگاه اجرایش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 13/05/2014 تحت رقم 31-32 و قرار رئیس ولایت مختار کشتای بدخشان از 13/05/2014 سال تحت 148 درباره گذراندن عملیات کوکنور 2014 اینچنین فرمان و دستورهای رهبریت اگنتی نظارت مواد نشه‌آوری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 20 می تا 30 نوامبر 2014 در تمام قلمروی و مکتب عملیات جمهوری کوکنور 2014 گذرانیده می شود. برای گذراندن عملیات مذکور در قلمروی ولایت از طرف ریاست اگنتی نقشه‌های چاره‌بینی‌های استادی ولایتی ترتیب داده شده و برای اجرایش آن چاره‌های عملی به سامان رسانیده شده‌اند. دقتی از سوی کارمندان اگنتی ریاست اگنتی و مقامات حفظ حقوق ولایت برای حضور نمودن مبارزه بر ضد معاملات غیرقانونی مواد نشه‌آور دریافت و نیست کردن رستنی‌های خودرو یا کش کرده شده که در ترکیبشان ماده‌های نشه‌آور دارند و اینچنین از گردش غیرقانونی بازداشتن وسایل پسیخوتروپی و پرکورسورها روانه کرده شده است. باید قید کرد که وظیفه اولین درجه اعضایان استادی عملیات کوکنور 2014 و اعضایان شورای هماهنگسازی این پیشگیری پنجشنبه معاملات غیرقانونی مواد نشه‌آور در بین جوانان ناحیه ولایت و جمهوری می باشد و ما باید در این سمت بهر حفظ نورسان و جوانان گنفاند ملت از خطر مرگ‌آور سرمگذار باشیم و در این سمت بهر کاهش دادن و نیست کردن این و با کمر همت بندیم. یک چند چاره‌بینی‌هایی که از طرف ریاست شعبه‌ها در دوام چاره‌بینی کوکنور گذرانده شده بود نامگیر میکنم که سنه 15 نوامبر 2014 سال آخری سردار ریاست اگنتی پرکانچ مرتضی حیدرزاده نیز در یک جایگی با معاون سردار مالی و علمی ولایت مختار کشتای بدخشان تاج‌الدین اموربکوف مدیر شعبه معارف ناحیه روشن نورحیاتوف خود نظر با طالب علمان و آموزگاران مکتب میانه مرتبه 4 با نام سرگ و جمعه برای سرفراز نمودن طالب علمان صنف 11 دلبر و سورج محمودویچ و بختیبک و مهم خیالویچ که در لب دریای 5 مواد مخدر نوی حشیش را دریافت نموده بعض شعبه کمیته دولتی امنیت ملی در ناحیه روشن سپاریدن که وزن خالص آن 717 گرم را تشکیل داده است. با افتخارنامه اگنتی نظارت مواد نشه‌آور و توفه‌های پلی این شخصان برگزار گردید و سپاریده شد. آخری طریق تلویزیونی محلی نشان داده شده بود و عکس‌ها به سایت اگنتی نیز موجود می‌باشند.
در نیم ساله اول سال جاری از روی معلومات‌های رسمی رئیسای تندرستی ولایت در قید دیسپانسری نارکولوژی همگی 914 نفر نشأمند که 4 نفرشون زن میباشد به قید گرفته شده است. در شهر خروق رقم‌های اول نمبر میکنم یک بار عوض تحلیل امساله سال 2014 و نسبت 2013 میباشد دویم رقم‌ها. در شهر خروق 487 نفر شخصان نشأمند موجود است که از این 4 نفرش را زن تشکیل میدهد. در دوام 2013 باشد نسبت این سال 486 نفر و 4 نفرش زن. نوعه شغنان 213 نفر در سال 2013 باشد 209 نفر. نوعه روشان 100 نفر در سال 2013 98 نفر بود، 2 نفر زیاد. نوعه ونج 21 نفر 2013 بود، این سال هم 21 نفر. نوعه اشکاشی 55 نفر در سال 2013 باشد 54 نفر. نوعه مرغو 6 نفر بود، 6 نفر باقی مانده است. در نوعه درواز باشد در سال 2013 6 نفر بود، در سال این سال 5 نفر باقی مانده است. و نوعه رشقلات 29 نفر 2014 29 نفر 2013. از سبب زیاد استفاده نمودن نوعه نشأت نفرهایی که این کسری مسئله بدن گرفته شده 89 نفرش 82% رو بیماران نشأمند تشکیل میدهند. پس شوی صف نشأمندان چقدر که از روی تحلیل ها دیده در حدود ولایت از آن شهادت میدهد که کارمندان ریاست اگینی در ولایت و مقامات حفظ حقوق و ساختارهای قدرتی پیوسته در همه مخارج صحبت‌ها با تمام طبقه‌های اهالی بهر آن کوشش به خرج می‌دهند که عاید ضرر مبادای نشه‌ها و عاقبت‌های فاجعه‌بار این و با معلومات عمیق با اشتراکداران رسانیده هم‌روزه بهر آن تلاش دارند که تحقیق خودروی هندی آشکار کرده شده است که در نتیجه 13755 بیخنی‌ها رسانی‌ها در آشکار دریافت و نابود کرده شدند. رئیس اگینی در دوره حساباتی 16 عدد حساب‌های مبلغ غیرقانونی مواد نشه‌آور را آشکار نموده 85 کیلوگرم و 709 گرم و 778 میلی گرم مواد نشه‌آور را دریافت و مصادره نمودند که سال 2013 باشد 15 کیلوگرم و 169 گرم را تشکیل می‌دهد. اینچنین در دوام عملیات کوکنار از طرف مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی ولایت از آغاز عملیات 61 حادثه مربوط به نابود نمودن رسانی‌های خودروی بانک هندی آشکار نموده شده 147,919 بیخ رسانه بانک خودروی نیز نابود کرده شده است که از جمله از طرف کمیته دولت امنیتی ملی 28 عدد حادثه مربوط به نابود کردن رسانه‌های خودروی آشکار نموده 44620 بیخ رسانه خودروی بانک هندی نیز نابود کرده دولت امنیتی ملی. سنه 6/06/2014 سال در قسم حربی 2711 نوعه درواز یک حادثه مربوط به نابود نمودن رسانه‌های آشکار نمود. عزیز حاضرین گرامی، چطوری که محترم تفرق اطلاع دادند، حساباتی که حضور دادند راستی گفت که اگر با دقت ما این را گوش کرده باشیم این بسیار دهشت‌آور است. این حساباتی که حاضر ما شنیدیم این بسیار دهشت‌آور است. 4 نفر زن گرفتاری نشأمندی. این زن خودتون میدونید که زن مادر تولید کننده جامعه نسل آینده. مادر که نشأمند شد شما قضاوت کنید که آیندهش چی می شود. در ناحیه ما نیز 5 نفر به قید گرفته شدند. ما خوب میدونیم هممون که به شبهه اینا بابای عصر نام نکردن این بانکدانه را دیگر با موادهای سخت تاثیر گیرایی دیگر شد. ما دوی ما با خری گذرانده استیم در هر یک محفل
در هر یک مکتب همین مسئله خطی گپ زده ایستیم. جوانان نیروی سازندند. خودتون میدونید که در تمامی برآمدهاشون سرور دولت جناب یاری محترم ما قید میکنن که جوانان آینده ملتند. ما اگر از حاضر پیش راهی همین گونه عملهای نامطلوب رو نگیریم در آینده دولت ملت ها را به نیستی میرسانند. این هر یکی شما علاقه جوانانی با سن سال جای رسیده علاقه میدونه خودتون فهمیدسته که هشدار باشه که هر یک کس نگیرن شما را باید کوشش میکنن در برابر خودش یک بانگی کوشش میکنن که یک تای شما را جلب کنه که امروز ایت 2 سوم دیگه بگیره و اون بانکدانش را بخره استعمال کنه و یا منفعت داره. شما هشدار باشه. خوشبختانه در ناحیه ما مقدارشون کم شده ایستاده است. و خدا کنه که در آینده تماما نباشه. این خیلی معلوماتی که خوندن که 5 نفر نه هیچی نباشه. ما هم در ولایت رفتیم اشتراک کردیم بین دیگر ناحیه‌ها دا راستی گفت که نسبت ناحیه ما خیلی بهای بلند دادن که در این مسئله خطی ناحیه درواز نسبت دیگر ناحیه ولایت خوبتر کارها را برای مانده است. کارهای تبلیغاتی تشویقاتی را ما دویم در یک جایگی با رئیس جوانان رئیسه بیوسته من از نماینده اگنتی در همه جایی که واقعی گذارونیم همین مسئله خطی تبلیغات تشویقات برای میمونیم. خودتون دیده است که جوانای جگیت این درشتن خدمت مادر وطن ادا کردیستن. انا باید از این خیلی جوان مردم رو باید افتخار کنیم که صادقانه آمدن خدمت مادر وطن کردیستن. ما و شما را حفظ کردیستن. وطن عزیزمون رو حمایت کردیستن. انا احسن به این خیلی جوان مردمی که وطن ما را صادقانه خدمت. حالا باوری کامل دارم که این محفل روز نمایشی که بعد می شود این یک عامل که عبرت آموز می باشد. اینجا در بسیار صحنه‌های جالب هم آماده کردم که نرسم. حاضر خواهش می کردیم که از استاد سلیمانی می خواستن یک بار اینجا در آیید همین بابای اصل کمتر شرح می دادن همچون آموزگار همچون یک شخص زیایی پند نصیحت های خطراتشان به جوانان عزیز می دادن. خیلی سلامت باشه. می خواستیم در پیش چون ما آمادگی جشن سال نو میلادی را به نقشه گرفتیم. روز 31 در تگ چنار ارچه سال نوی را ما آماده کردیم. علاقه پگه با همراهی رئیس هم میبریم ارچه را میشنونیم. هممون یک جایه آرایش میتیم ارچه سال نوی را. سلامت باشید. اولتر از همه سلام درود خودخیش رو در این روزی که در ناحیه درواز خاصه جوانان برای جنبست نمودن عملیات کوکنار 2014 جمع گردیدن فدای شما می‌سازم. دوستانی گرامی قدر، برادران عزیز، فرزندان مهربان، چنانه که از حسابات رئیس اگنتی مواد مخدر ناحیه درواز و معاون اول رئیس ناحیه حس کردیم، از آن افتخار داریم که جوانان مردم دروازی ما در ساحه زندگی پاک و به آلایش سهم خوب دارند. آنها برای آینده خویش مبارزه برده ایستادند و نمیگذارند که در درواز پاک ما، در درواز بهشت آسای ما هر یک گونه موادهای غیر استعمالی وارد گردند و در اینجا افزایش یابند. و امینم که اون شماره کمی شخصیت هایی که امروز در بین مردم ما در ناحیه درواز از
سالیان پیش اینجا آمده ایستادند در سالهای نزدیک از بین خواهند رفت و ما ناحیه خواهیم شد که در ناحیه ما مواد مخدر عموما جای نخواهد یافت. به این خاطر برادران گرامی ما صنعتکاران خانه‌های فرهنگی دلوند و چورف برنامه جالبی را پیشکش شما نمودند که در آن سهم هر یک سخنور درواز، هر یک شخصیتی که درباره آبادی درواز، تازگی درواز و زیبایی درواز کوشش به خرج می‌دهد، دلش به این دیار پیشتازها می‌سوزد درج گردیدند و تمنای آن را دارم که هر یکی شما از این برنامه که پیشکش شما می‌گردند درس عبرت خوبی خواهد گرفت و تکلیف از آن داشتم که هر یک شخص امروز و فردا و مقابل آن که در بین ما، در همسایگی ما، در دهه ما، در ناحیه ما از نام مواد مخدر نام و نشان نباشد مبارزه برد. چون که این مرگ سفیدی که روی زمین را فرا گرفته است امروز به تمام مادران و تمام پدران جهان فاجعه های بسیار کلفت‌آوری را آورده ایستاده و نمیخواهیم که در بین این مردم، در بین این فاجعه های بزرگ مردم ما جای داشته باشند و تکلیف داشتیم که دیگر ناحیه ها نیز عبرت از آن گیرند و مانند مردم درواز در راه پاک و آسوده و آزادگی قدم نهند. برای همه شما از این راه دور بودن قرار موفقیت و تمنا دارم و خواهم می‌آورم که چون گلها، چون آبها و چون هوای بی‌غبار و تازه درواز همیشه روح مردمیان خوشنود و خوش و تازه باشد. سلامت باشید. دوستان عزیز در حقیقت خانه‌های بالا در این بابت گفتم و حاضرین گرامی وقت شما را پیش نمیگیریم و در اینجا مجلس عملیات کوپنور 2014 پوشیده اعلام میکنم و همه شما را به محفل ظریفان دعوت میکنم. پشت و گوش خویش را روانه سازید. جوان من سروا قدم هر یک شما را خیر مقدم میگویم به این تالاری باشکوه و برهوا، تالاری که از آمدن تنها فرح و شادی است و معنویات و خیلی خوشحالیم از اینکه در عرفه سال نو میلادی باز با هم جمع آمدیم و شکرانه میکنیم از زمان استقلالیت دولت از وحدت یکدلی و یکپارچگی این مرز و بوم. براستی خیلی خوشحالیم که روز با دستگیری مقامات جای محلی حکومت دولتی ناحیه درواز بهر در سطح بلند برگزار کردن عملیات کوپنور 2014 چورابینی فرهنگی محفل ظریفان بین دسته‌های استقلال از جماعت دهاتی ویشخر و دسته وحدت از جماعت دهاتی نلوان در این صحنه زیبا برگزار می‌گردد و من تشکر هر دو دسته را به رئیس ناحیه درواز، به اگنتی ضد نشاوری که در ناحیه ما فعالیت دارد، به توجیک صادرات بانک میرسانم زیرا آنها دستگیری کردند که ما اینجا سرجم آمدیم و چون اگر آماده باشیم همه ما و شما وقت شما رو بیش نمیگیریم و تنها برای شما برنامه محفل رو میرسانم که ما چند تا چی داریم بخشا از بخشای عبارت است. یکم سلامنامه، دوم سرود یکه، سوم صحنه‌چه حجوی از حیاتی نشمند، چهارم بدیهه و پنجم صحنه‌چه فاجعه‌ای از آینده نشمند. این صحنه‌هایی که در اینجا بر مرز شما گذاشته می‌شود کاملا از حیات نشمندان گرفته شدند و چون اگر ببینیم و برای خود جهت‌های منفیشون رو بگیریم خوش به حال ما. باقی قضاوت از شماست و این روز تنه می‌خورم برای برگزار کردن بخش اول یعنی سلامنامه دسته استقلال را
السلام از نامی ما جمله دوستان السلام. هر کی ما را دوست دارد دوستداران را سلام. هر کلان یا خرد گوید یک سخن را بنده ایم، با کلانان بنده ایم و جمله دوستان السلام. بحری دیداری قومی فطرت از دیاری مومن قناعت آمدیم، با صد سلام و مهر و عزت آمدیم. گر چیز اندر وجودی آدمی زنده و جاوید باشد آن دل است. هر کی دل دارد بماند جاویدان، چون دل است آن را به دلها منزل است. ایا ای دوستانی برگزیده، قدم های شما بالای دیده، کند اشغال هر کس جای خود را، که وقتی محفل ما باز رسیده. سلام ای کی صدایت نوایی غزل هاست، سلام ای کی نگهت درخشی اختر هاست، سلام ای کی دلت پر ز مهر و وفاست، سلام ای کی سرت فرازی گردون هاست. السلام ای مردمی دروازی من، السلام ای شهپری پروازی من، السلام ای مهمانانی عزیز، السلام با عشق و شور و سازی من. دخترانی شیخ شیرین کاری نولوند را سلام، اخترانی آسمانی صافی نولوند را سلام. با همه نیروی تن ما با شما سنجیدن خود آمدیم، باز یک بار دیگر از نام ما صدها سلام، صدها سلام. سپیده را سلام، ماهی زینم رسیده را سلام، امید زندگی و عشق نو رسیده را سلام. صدای روزی رستخیز و مهر جاویدانه را سلام، پدیده را سلام و همه مخلصان برنامه را سلام. السلام ای حاضرانی بی‌نظیر، السلام ای داورانی سختگیر، السلام ای مرد و زنهای شکی، با شعار ما علیه مخدر. سنگینی و نولوندی ها صدها سلام، صدها سلام. عشقی و یاگیدی ها صدها سلام، صدها سلام. شیرگاود و اشخروی ها، زیغری و پونشاری ها، برژگ و مرغ و خواستوی صدها سلام، صدها سلام. بنشه ای پسر کرد دستمانی، دهی برباد این عمری جوانی. زینشه ای پسر صرفی نظر کن، که بنشه همیشه در امانی. عشق دهات بر شما مهر و وفا آورده است، از مؤمنی شیرین ادا عشق و ضیا آورده است، تا اینکه درواز بعد این گردد دیاری نازنین، یک صحنه دیدی چرسوبند افیونگیاه آورده است. از بحر پاکی دیار، بحر وطن از بحر یار، از بحر رفتاری نکو، از بحر گفتاری نکو،
کوشیم که در درواز ما باشد رفتاری نکو. مایم علیه چرس و بند، مایم علیه چرس و بند، مایم علیه زور و جنگ. برخیز تو هم ای گل پسر، داری اگر ناموس و ننگ. درواز را باید که ما چون آبی صافش پاک کنیم، از چرس و از بند و حشیش آزاد ما این خانه. هرچی باشد که امروز بلندگوی‌های موقع فعال نیستند و البته این کمی مانعی ایجاد می‌کند برای برآوردن هنرمندان نوره، زیرا اونها کسبیت ندارند. خواهش می‌کنم از کارمندان شعبه فرهنگ در رفت گرفتن بلندگوی‌ها با ایشان کمک کنید. سلامت باشین. و سلامنامه بود از دسته استقلال جماعت دهاتی ویشخرا و اینک استقبال بگیریم دسته وحدت. سلام می‌رسونم به ما. رس بزود کو بینایت باید یک میرزا دولت گفتم که براتم رو رتبهشو بگرد یکم ایزا جان آرزو داشتم که همین خاطر وقتی می ساختن گفتم پروژیکتور میمونیم او بالکن و بیجرم یک صحنه کشاوی شروع ولی ببین صحنه دروازی آوازه داره که 4 کس میدروی نبرمه باید کسا کشار دریق خیلی گرم نیست اینه بچه همونی درکشو نیست بزرگ من یکم رامونو رو میگم که شما به فراستی به ناموسی تا میگوی که گپی زیادیشون نزد خیلی یک ساعت بعد مردم حاضر میان میشینن و حیرونی زارم که اینا که جان ما باید کار سر کنیم خوب که یک برو آوازی چی تبرو سوزن گلاسه باید سوزن بزرگ یک دوست خب اینه مدینه جان خطی ما پیش ما هم هست ای بچه ها درک میاد کجاست شهریار بچه ای که آموزشگاه صنعت تمام کرده است ما او باوری کامل داریم کجاست بچه تو چیکار میگی اونجا کابدرا کیبکت ایراپورتی دمده ایجا بیو کجا میگردی بچه این ساعت چند چه خیلی همیجا که حاضره بچه یک ساعت بعد حاضر و این ما سر میشه همیجا بیم من ندیم چه خیلی همیجا بیم خیلی همیجا او بفرم خدا جو کنی بچه این اترا باورت کنیم بچه جون کنی دیگر رو او جونه اومستم ساز گبزم قطعی استاد مجایه اومستم کنی گوسی گا دانم میخریم ها کارنومه با نه آبروچی ها آخی کدوم آبرو به داشتن ناموز داشتن در کار برای آبرو یافتن و حیرونی زور شما بچه هم از برای خدا اومدن ناتونم ای بچه های جون اینه حاضر مردم یک ساعت بعد می آین اینه حال احوال ما رو این فرمه ببین اینو ولی با وحدت چنان کشار کردن که مردم ببینن که اینا این الوند از برای خدای بچه های جون ما فقط حال ما این نصیحت این عاقبت شد ببینیم یک اون کاره نیست برادر جو ما برای آبروی یک جماعت آوازدار درواز اومدیم آخی نخواد که شما حکای علاودین نشناسی یک کسی که یک عمر یک پاش در شرگاوه یکیش در زغر تا میمون ای مرغاب خیسته است که بیچاره در دب پره اینش ای دشنبی
از برای خدا نخود که شما هم خیلی آدمی که یک عمر در غمی همون آبادی روزگاری ماست، شما یک بار به خاطری او اما سری وقت نیاییم که ما کارمون سر کنیم بچه چون خیلی تیاره واخی گپی بر میزنید رمیکس ای نه تیاره نیمه اینا تیاره ای رمیکس هاشون رو ببینی از برای خدا رمیکس هاشون رو ببینی ولی مگر ایمان نه ایسی بیسی راز نسه سلام ای دامولا سلام علیکم صدی ای بچه صدی ترا او چهارشنبه پیش یکای دادی درومای قطعی پای روزیگر که کماندیراوش نشرایی کنه تا بیا قطعیمو کار کنه این پایشنبه هفته شست نه اومایسته سلام استاد استاد کسر بید کی کسر بید؟ همو گاو بید خیلی یک گاو تو کسر بید صدیش های استاد اخی گاو مالا می زندگی آدم درست میگوی او ای بچم میدونم که بگاه و مالم زندگی بسیار مشکل اینه که آخی این افت اندام به شرایط ردی من خیالم با بعد کسر شدی آقا با بید استاد اخی ما تیارم اوه همه میگن که من تیارم ما تیاره میگم یک تور بگیرم دارم تواری سر شو کنم بزنم پاچکاشو بشکنم از برای خدا خب بیا یک گفی زیاد نمیزنیم بچه جون وقت نمیگیریم زیاد حاضر مردم میگوین حاضر مردم شما چیز همه کوی میرم اگر دیم رشتیسی از برای خدا آسمیرنن اوز نسنی مردم های راز بسه صدیر جان برام مالا دوش بچم ولی میبینم تو ندومی و اما گوه تیوری دیگه من تنه نبرمیست خب بچه جون آماده شدیم اکن تصور کنی بچه جان نو کی این مردم ممیز در می جنده همه خلایق شستگی های و ما در رو بروی مردم شریف میستیم و کنسیر تصر میکنیم دیگه پیش همه وقتی که آدم در صحنه برومه یک تبسمی زیبا کوشش کنی که همین سخنه با تمامی هستیش برسونیم به مردم فهمیدیم بچه جان؟ خب نامره اولی کنسرتی ما سلام نامه اکنی که من به صفت یک برنده خیلی آغاز میکنم تشکیل طریقه نبود نه طریقه السلام ای مخلصانی محفلی ظریفان بهری تماشای مایان خوش آمدیتان از آمدن شمایان سرهای ما در آسمان بر یاد بودی بنگیان خوش آمدیتان سلام نامه شیرها از اشعاری یک شاعر بسیار شیرین کلامی جماعت دیهاتی نلبن و دروازی شریف استاد رحمت جانی دولت جان با قرائتی شهریاری کریم جان برای جدا خب دایم همین نومی طرح فراموش میکنم سلامت شایی رحمت شاه سامانی امام جان اکبر شایی قدیمت شاه امین جانی میر جان مرحمت گوش کنید و حلاوت برید مرحمت السلام ای دوستانی مهربان همدیارانی عزیز و بهزی جان میرسانه ما درودی خش را بر برادرهای خود ویشخر بیا
صبح بدیدم لب دالان هم مادر و هم کودکی نالان از ناله اشان ندا برآمد دیوانه گریز که بنگی آمد با کمالی شادی از هر بحر و بر میرسانیم بهرتان اکنون خبر تا که از تریاک و بنگ و نشأمن جملگی باشه دائم در حذر از افریقا تا امریکا از آسیا تا اروپا مردم گرفتار بلا از نشأه و بنگ و وبا که این بازی دوستان بود شادی و خرسندی مایان بود هم سرود و رقص هم شوخی و حظ تشه بر پای بندگیران بود تشکر بسیار و یک پیشنهادی نوی سلامتی به طرز شکل کبینه که از طریق شبکه ورتی تماشا میکنه که بین دانشجویان میگذرد پیشنهاد شد و خوب گمان میکنم از اتاقشان بر آمدم و شما خسته نشدید؟ خسته نشدید؟ نباشید و در اینجا حکمان البته نظارت دارن حکمان همه شما هستید حکمان یک نفر و دو نفر نه بلکه همه شما حکمان و این بگذاریم به بخش دوم که نام دارد سرود یکه دسته استقلال رو پیش از میگیریم با سرود یکه
تشکر زیاد می‌کنم سرودهای پرمحتوا و عالی در زیر صوت نوای یکی از اعضایان دسته استقلال رو شنیدید و در اینجا دعوت میکنم تا که وقت شما رو بیش نگیریم صحنه‌چه حجوی گروهی وحدت رو مرحبا روی صحنه دسته وحدت. هیچ کس نیست. گو! باش از تومون یا دشامبیستا یا دعوت استودنتی حاضر استاد میا ساعت تربیتی سرگرمه استاد این صدقه شما میام اینجا 2 ساعت ود این سال دیگه نمیوارد دوره اینو اگماشو یکان تنه استخالدیم یکان تنه نه تفسیر هم زیموت هم درس تمام گره من میدونستم واقعی تر داره بیام اینجا سلام بچه سلام علیک شیرین بچه او امروز با شما یک موضوع بسیار مهم در درس تربیوی من به صفت یک رهبر کورس شما این موضوع را برای شما پیشکش میکنم. خب بچه ها موافق قانونهای حکومت جمهوری از سال 2013 تا سال 2015 مسئله همین پیش روی گرفتن همین نشعه و نشعمنده سومو
از برای خدا بلوره نمیدونی با گپ میزن رو تو دیوانه شدستی تو میدونی از پلیت کلومیت تا دوی پایدارم میمونم فهمیدستی پروکایشم پانسکی بریم لطاق میکنی فهمیدی؟ بشین خب بچه پیش از اون که من معروضه خود برای شما بخونم اگر سوالو هست تو خب کی گناهکاره کی جوانا دست به نشه میزنند آفرین مکتب اویلا تابو با سومون چی بلا داری؟ شکمو میموری کمتر خوری رفتی با سین اودوتوریا بوی نگیرونیه خوب بچه ها سوالو هست بود کنی بچه ها او بارکالله دختر جون قانون اگر بیمار باشد بلنیت بعد میلیت با ترمت تمو چی بلا رسید؟ سرش میکنم رو یک پرستمال گیر و بد خوب کو تفشا شهریار را جواب داده نمیدونم شهریار با پرنسیپ قطعی خود میبری شهریاری بختیاری اختیاری منتیار رفتن گیری دیگه الو کلید خوبگوش کمدار سردار پرنسیتمال رو در شد هم از اینجا وقتم تبو خب بچه ها خویش میکنم همین یک پریاد نبدید کنید یک تنفوز کنید دیگر سرم بکار قبول
شهریار التماس امو شهید زاستر یک بخاطر ما میخوانده التماس شهریار التماس اوکی التماس كيف خب موسيقى أنا در کوی شما أنا بجای شما أنا اینجای شما تیگرانگاری شما أنا در کوی شما أنا بجای شما أنا اینجای شما تیگرانگاری شما تشکر زیاد برود یک صحنه گلو و گمان میکنم که در سطح عالی آماده شده بود و از حیات بعضی از نشامندان و ایده از جوانانی که به این راهی نومطلوب میروند انعکاس کردند و شما دیدگاه صفحه بیننده ها زیاد میشود لحظه به لحظه و در اینجا آماده هستیم تماشا کنیم صحنه‌های حجوی دسته استقلال جمعیتی ویش خرید مرحمت بسیار صحنه جوری چی تا گوش کنم ای مردک چی تا گوش کنم بیزارم کردی آخی ای مردکی بیار ببین خواه شدم من همین تو همین گفتنهای تو بیزار شدم یک دم زنک تمیگیری یا نه یا همره وقت میکنی همین قدی کوچه هر روز میبرم زنک های قدی کوچه میگن این مردک یا کی زنک
کامپیر اما زنکای قدی کجا را چیکار کردم؟ چیکارش کردن نکردم خیلی میگم دیگه یادم آمد او زنکای کجا را میگی؟ اونو رو بگو پنشش کسا انا مو جوانیم دا ایدو همه رو میدویدم ایده همه مو ادوم رو میدویدم ای ادومی تو کی میدوه انا تتخنه که ما بیزون دا بونو ای مردن خویو هم نراوز میکنیم ایوی جوانیات یک نقل که کامپیر اکه تی جوانه مرا نمیدانه نه فراموشو کردم این جوانه ما رنگی جوانه علیشی جان بچه ما رنگی جوانه پلکان گذاشتگیه انا باید یک فعل بیزه به همون بدام چسبیده چی فعل؟ کم زنکلانه زنترسم برای همین بدام چسبیده چه خیلی که هم خیلی شده انا که کامپیر تو مرا گوش کن اون روز خانه عبدالرجا شان رفتن نامخوری همونجا تو میشه که همین بچه خود ما خطی بانکی رو میگشتن خیلی اگه گفت نیست خطی بانکی رو میگرده بایخانه را پول میاره کامپیری بستواتی ده خطی بانکی رو نه خطی وای چیا سویل مانا چی نم داشت خطی بانکی ها میگشتن هیچ وقت ما باورت نمیکنم امو بچه ما را تو یه همه پس میزنی نخواه که امون هم خیلی کنی خدته انا با پشتی صغیره شگرفت پشتی صغیره من میگیرم ام یک فرزند داریم دوایده خدمان او چه؟ لا بای بچه انا آواز گوش خراشی صغیره تای با فکرم یا بسم الله این چی افتلان دوایت تو کجا آمدی؟ ای کجا؟ کجا تو دو خانه آتو در؟ چی کام نکردی در کجا؟ حتی جورا بوده گفتم قطعی همون بانگی ها بوده با من پول در کو چی؟ با من پول در کو ای سی بگذار این گوشم دا آو درامده ای ساز نمیفهمم چی در کن؟ با من پول در کو من جگان تنگه ندارم برای را چا بگی من اگه جا دارم همین کلوچه های من 3 سال شده است که من پشیدستم در حیات یک بانه یک کلوچه خریدی؟ کافیر همه خودت شاهده که حالی که هم پیسه که خودم 50 سومانه میشوه هم 50 سومانه یک کلوش خودم دو خریدم یک کلوش دیگه همسوی گلیه دو خریدم کلوش کونه باید تو دو بردم زیبی دایتا لیکی خیلی چکا میکنم همین را مگرم پوشه بگردم خیلی مردک به خاطری من می دفعه پولشته هیچ گونه این رو نمیدیم بگوی صاحب نداشته باشه هم قدیل رو میسوزه دیدی من میسوزه برایم خمیگم پولش بده می دفعه کامپیر خاطر خودت یک دقیقه صبر کن انا بچه هم بگی بچه بچه بگی آخه اینجا بسا کجا سر اصلا مشیدی مرا گوش کن تو حقی پنسا که آخران بود همه رو میگیری میری سر لباس خوش رو میخری فهمیدی؟ انا که تو هم بچه آروماندم شو آخی او دختری قطبتی نشان ما تو دا خوزگاری کردیم و یکا پرابلم منو دارم یا چشم چپش کورایی 33 دندانش نیست همش دیگه 100%. خیلی سنایپریسته انا تو بچه جان برا سر لباس خوش رو بخواه خیلی بچه جان به خاطر من بایمی مستفید و دبته کو قسم بخواه که دیگه همی کارا را نمیکنی؟ شیرینی های مگزین ایراد زنم دیگه این کارا نمیکنم آفرین تو حقا سیاه شوی چه خیلی قسم هایت خیلی که تو باور میکنی برا لباس که خوش رو بخواه برا بچه برا بچه وقتا لباس بخر بیاخته به ترتیب درو انا بچه آرومانده شد میخره ولی سر لباس میخره آره بچه تو مرا گوش که کامپی کجا سر اسم اینجا به همین بچه را دیدی؟ همین احوالش قدی با گشته میبیاید نه نمیای بچه سر لباس میخره حالی من تو را سلام بزنید
من هم دیه التماس میکنم با من هم دیه ایراوی التماس میکنم با من هم التماس دیه پول داری؟ ها زیر میدهم شیف ایروز در بس می روی چرسا با چرف میزنم بانگا با چرف میزنم شاخی گلشم بشکنم فخی چکر میکشم شاخی گلشم بشکنم فخی چکر میکشم کامپیر؟ میگومه بلبل بچه باشه که باشه فخی چکر میکشم همین سهره خود مومیسا نه سهره شاخی گلشم بشکنم فخی چکر میکشم انا نگاه کن همین سهره خود مانه هی بچه ها هی فخی چکر میکشی گوتا چکر میکنی فخی چکر میکشی گوتا چکر میکنی کو بخیر جا بگیرم کشالا کو بخیر جا بخیر داشو انا که اینجا پول بتی اینجا پیسا بتی از صبح ما بیرون کردیم یکان چی بگو شوخی مسافر راست میگفته تو با میافته ایزانا میکشیدم این قدی کوچه ارو حکات سیاه شوه آلی سری ترم قاقاقاق میتراشم اروی 70 پشتک سیاه نمی سری نباسته این چی سری نباسته ایتنا؟ انا که ما اون دختره که بیاز زار بزرگ راضی کردیم این احوال تر اگر خار ببینه شونه نکنه تو گم میبینه شوش نمیکنه راست میگی کن ای دستایی ترم و همین قشلاق رو آمدن میریم دیگه سری سوزن ندارم که هم بروک تب دوزم Thank you.
این پیش برو یا آقا تا نشان بده یا خود کمپیر بیادا میده بچه تحتی بیادا تره صحنه حجبی دسته استقلال رو تماشا کردیم و یک جهان معنی هم در این صحنه نهفته بود و اینجا وقت شما رو گوشت گرفتنی نیستیم و دعوت میکنیم بدیهی دسته وحدت رو از جماعت دیهاتی نوبان خرسکوتون رو دریق نداره
نازی عزیزان دید تماشا کردیم صحنه‌های بخشش بدیهی دسته وحدت رو و اینک میگذاریم با تماشای بدیهی دسته استقلال.
بنهایت بدیهی زیبا بود و میدونید در این بدیهی البته خوب پایخست بودید که دختر میگوید تو اگر خدمتی وطن مادر نکرده باشی من با تو با شوهر نمیبرایم. از این خاطر جوانو عزیز شما هم به تفاوت نباشید. امروز دختران ما بنهایت دانا شدن و چون اگر خدمت مادر وطن و بلیط حربی نداشته باشه با شما شوهر نمیبرایم. زیرا با شما با شوهر برایم اگر 2 سال دیگر باز منتظر بشوم تکی تنها. از این خاطر خسته نباشید. بنهایت صحنه پر احساسات آغاز می شود. خواهرجانای من دخترکای خوشو کم عقیب‌تر بیستیم تا که در این صحنه ها نترسیم. جای ترس هم نیست. صحنه های فاجعه‌ای از عائله‌ای که نشمند دارد و ببینید عاقبت چی می شود و چی کارها ورده می رساند. این از هدف یگانه صحنه‌چه فاجعه‌ای دسته وحدت جماعت دیهاتی نوربند. سلامت باشید. استقبال می‌گیریم. و یک چیز دیگر میخوام خاطر رسان کنم که حکمان اساسی در همین محفل معاون یکم رئیس ناحیه اومجان نصیرов است. از این خاطر نصیرزاده اومجان خوب توجه میکنن و بعدا خلاصه‌شون رو بیان خواهند داشت. سلام باشید. زندگی گاه دلم را شاد می‌داری و گاه مایوس و غمگین. چنین بوده است آیین تو، خام را پخته می‌سازی و پخته را سوخته. بیهوده نگفتم مرگ مشکل، زندگی مشکل تر است. یگانه فرزندم را، بله یگانه فرزندم را
از برم بردی تا که نان پولیم بیارد و من شکمی گرسنه‌ام را سیر ساخت بلکه دارو پولی هم بیارد تا که از درد سر و درد دل و گرده جان به جبار نسپاره. او را بردی تا برای توی و خرسندیش سرمایه غم دارد. ای کاش خودم سلامت می بودم تا برای خرسندی جگرمندم سرمایه غم می آورد. اما چی سازم که هم پیرم و هم بیمار. ناچار او را از برم به راه دور به کار مجبور روان نمودیش. وقتی خیر و خوش همدیگر رو میبویده و میبوسیده کسی از رقیبان نتوانست جدایم نمودم. زندگی تنها تو بودی که آمدی و با پنجه های سخت و آهنینت از کتفان دوی ما گرفتی و جدایمان نمود. فریاد دلهای ما چرخی فلک را به طور دیگر به گردش آورد، اما چشمی تو نپرید و دل تو نبرآورد. ما جدا شدیم بله زنده جدا. این جاده‌ای که زندگی نامش نهادند جز راه واخوری و جدایی نبوده است. دعایش دادم امید جانم را دل و جانم را. پسر جان نور چشمان گوش نما حرفایم را با گوش جان. هر کجا باشی بیزی چون انسان می روی پشت سرمایه تا زندگی سازی آسان، از دوشت رها سازی باری گران. و این هم بدان نفسی اماره است در میان جسم و جان، با امر او اصلا قدم نمان تا نفیره بدت و نگردی گرفتاری بلای آخر زمان.
جوانی بیم از آن دارم که نشوی شهوت ران، نگردی دنبالی نش اجلابان و نش امندان، اسیری هیله و نیرنگی ایده از زنانی فاحشه و افسوندان. میدیدم که گوش میدادی به حرفایم پسر جان، از شادی گیریه میکرد دیر در نهاد. اینک رفتی از کنار پدر، ای جان، ای دیر، ای پسر، ای جگر. من ماندم تنها در این کوی، در این منزل، دلم نای فراق می نوازد. مدار از دست و پایم رفتن دارم، خدایا در پناهت نگه دار ما را. مگذار ناامیدی دلم را سیاه و امیدم را برباد دهد. خدا Brigadir! Hey! Ana televizor! Tu am jak radio się mam ekli! باشو میدونه چی؟ الله فی پیشی تاجیکستان آدم آورده شما یکان جنگان داره باشو آخی شما منم میدونه و هر کس سوی از نداره بهتر بچو آخرین همه کیف صفای ما او به موزیک چی معنی داره؟ بچه بیالو چه کیف خدمه کنه تیجا کک بشینه آخی جا تاجیکستان از روسیه از کو
همینون چی میگی؟ نگم چی؟ ترو تنبه چی گفت استم؟ در جایی که موالین شهر بچه ها باشه اونجا را تاجیکستان بکنه اکی دوار موسیقا Шайхану, на тахту сажусь к окну, выну из кармана прибашан. Косичок я забиваю, и блаженно отдыхаю, но и веселись моя душа. Косичок я забиваю, и блаженно отдыхаю, но и веселись моя душа. А теперь я не забуду, про друзей я не забуду, бары, рестораны, анаша, где носила жизнь меня, вот поскольку помню я, город солнца, город плановой, где носила жизнь меня, вот поскольку помню я, город солнца, город плановой. بچه بسته اوخی ما کاری اسناونو یا فراموش کردیم کو تو کار فالون کردی کدوم کاری اسناونو یا اوخی همه رفت خرسندیم او به دختر چی معنی داره کیف میده کیف زیاد
خدایا این چی خوابه که من دیدم. آخر امید جانی من بچه و عقل و دانا بود. نخواد که با نش جلابان پیوسته، نش امان شده باشد. پس مادری زارش میدانست و به من خبر نداده. در فراق جگربندش سوخت و خاکستر. بیماری خودم کم بود که باز ای منی بدبخت، ای چرخ اگر گریبانت به دستم افتاد چونان پارت کنم که چون دلی صد پاره من پاره گردی. ای چرخ گردون، ای رقیبی آدمان، اگر از حیا پرده از چهره‌ات نمی افکنی لااقل از پشت پرده آواز برار و بگو شرح این اسرار. آخی چرا ناگهان بلای را بیاوری بر سر انسان؟ چرا انسان نانکو کاری؟ نه ای دل عزیز، دل آشنا، دل دریا، قوی باش، با امید باش، گواهی بده که فرزندم امید جان و این زودی می آید و مرا از شهری غم و غربت به شهری محبت و شادی می آورد. گواهی بده و دیگر همه در این وطن، در این منزل، در این خاک خوشبختانه عمر به سر خواهی برد. دیگر کسی غم دوری فرزندش را نخواهد خورد. دیگر کسی در غربت بخاری نخواهد مرد، بلکه کسی خاک پاک این وطن را به یغما نخواهد برد. با این امید میزیم و تو هم بیزی با این امید. ای امیدی من. چرا خاموشی؟ از برای خدا آخر چرا گپ نمیزنه؟
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رساسه ما قبل در همین روزی سیاه مادری مشتپری امید جان از درد و داغ جگربندش این دنیا را پدرو نموده بود. اما امید جان با بهانه کمبود مبلغ حتی نتوانیست در جنازه مادرش اشتراک نماید، چرا که هر آن پولی که پیدا میکرد صرفی موادی مخدر میشدند. چون تابوت پیرمرد را از درون خانه برآوردند، از بیرون تابوت امید جان را به حولی برآوردند. خویشان و تباران، روی کنان و موی کنان دو تابوت نو را از خانه دیگر تا ابد خالی برداشتند و به سوی میت نو به خاک سپرده رهسپار شدند. پدر و پسر را هم پهلوی منزل مادر به خاک سپردند و روی سنگ مزار امید چنین نوشتند: قبری جوانی که با دلبستگیش به سفیدی روزگاری یک آینه را تا ابد سیاه کرد. جوانانی وطن ای تازه گلهای چمن، دانید قدر زندگی مکن جفا برخی شدن، مکن جفا برخی شدن. جوانانی وطن ای تازه گلهای چمن،
گلهای چمن دانه قدر زندگی متن جواب برده شدن متن جواب برده شدن در فرجام این محفلی واقعا زیبا، این محفلی بسیار پرشکوه، آرزو و تمنای ما در سال 2015 به تمامی جوانای تاجیکستان، به تمامی جوانای روی زمین یک تمنا داریم از زبانی یک شاعری بسیار شیرین کلامی دروازی ما، استاد پیر محمد آرزوکی فرموده: بیرون زی موادی جان ستانت خواهم، در پرده شب نور فشانت خواهم، عاشق به حیاتی جاودانت خواهم، فرزندی عزیزی تاجیکانت خواهم. تشکر زیاد بنیاد یک صحنه پر از معنا بود، پر از هزار یک روز مسافری که چقدر رنج ها کشید و با جهان آرزوها دنیا را پدرود گفت و این هست صحنه های زندگی است، این حقیقت دارد. از این رو ما دعوت به عمل بیاوریم به جوانان که ببینید پدر و مادر چقدر برای ما میسوزند، چقدر زحمت ها میکشند، حتی دوری ما را تا بودن نمیتوانند. مطمئنم که جوانان دروازی ما از این گونه کارها خود را دور خواهند کرد. خوب از اون صحنه فاجعه‌ای دیگری داریم در اجرای دسته استقلال، پیشکش ما و شما میگردد و این هم سراپا معنی هست، سراپا از حیات گرفته شده است. خواهش میکنم تماشا میکنیم و بر رفتی صحنه خلل نمیرسونیم. زنده باشیم. اکر омад نگاه کی اکر омад اکر омад خدمت
گپ در خری آن کی بار رامه چیکار کنیم برو شف؟ بار را فروختن در کن خوب شد از شف؟ وقت داری تا پگاه خوب شد تا پگاه بفروشه بار را فروخته پولش را بیا مایلش رفتیم بار را قبول کن Акай Саид. Салом акаҷон. Ва алейкум. Акаҷон, ягон чизи нав ҳаст? Бори нав аст. Илтимос акаҷон, ба ман камтарак диҳед. Пул дорӣ? Пегоҳ оварда медиҳам, илтимос. Не, намешавад. Ба ман пулаш нахта лозим. Илтимос акаҷон, илтимос акаҷон. Гӯш кун, намешавад. Бори шеп аст. ба ман то пагоҳ муҳлат дода гиям. Акай Саид, шумо ҳамин ҷо меистед? Меистам. Илтимос акаҷон, ба ҳеҷ куҷо наравед. Ман ҳозир меоям. Илтимос акаҷон наравед. Акай Саид? Акай Саид? Худо занад. ин Акай Саид куҷо рафта бошад? Акай Саид? Худое, тоқатам тоқ шуд. Акай Саид? хайрият пайдо шуд давои дарди ман. ҳамадон чӣ қадар бетобӣ? ҳамаш хуб гузашт. Илтимос акаҷон биёр, зудтар биёр ки мемурам. Илтимос зудтар. Гӯш кун. Пул овардӣ? Пул? мана ин кифоя. зудтар акаҷон, илтимос. Гӯш кун, ту шӯхӣ мекунӣ. инҷо ҷои шӯхӣ ту нест. фаҳмидӣ? Чӣ шуд акаҷон? ин кам аст. Кам аст, сабрӣ монад. мана инашам аз они шумо. акнун кифоя. илтимос акаҷон, зудтар. ана ин гапи дигар ку. Акай Саид? ин кам ку? Чӣ? Кам. Камахӯру ғамахӯ. Агар нахоҳӣ баргардодан ин маҷбурӣ нест. ҳа, акнун ки маро ба доми худ даровардед, маҷбур набудааст гӯед? Чӣ? раве? хуш. тамом кардӣ? ҳамаро фурӯхтӣ? ҳоло нешеб, камтар дигар монда. майлаш, дертар бин ки ба дах рафтӣ. майлаш, ҳамин ки тамом кардам занг мезанам.
یگان خوراک هست بیار من گروسنه موندم. ها پسرم حاضر تیار می شود. چی؟ چی گفتی؟ او پسرم طاقت کن حاضر تیار می شود. ایره بده تیار می شده است. اوبو این چمپیون از خواب نمیخیزه. روزی دراز کارش خواب رفتن از دستش دیگر یگان کار نمیوید. پسرم این خیل نگوی گناه است. آخر هرچی نباشد وی پدری تو است. پسرم تو بهترش از این راهی بد برگرد. باور نکنی رفته از دوستانش پرس که پدرت کی است و کی بود. کی بود؟ گپ زنید. کی بود؟ چی شد؟ گپ زنید آخر خاموش نیستی. پسرم این تقدیری بدی من بود. آخر من این روزهای بد را انتظار نبودم. تو باور نکنی رفته از شاکر پرس که پدرت همیشه خودش را از این راه نگاه می داشت. پسرکم التماس نکن این کار را. آخر بعد از پسرم خواهش میکنم پسرم برگرد از این راه. دیر شد. افسوس که دیر شد. چی دیر شد پسرم؟ نفهمیدم. من به دست میروم. خوراک تیار است چین خورد بعد میروید؟ خوراک در کار نیست. من رفتم بعد درس به مشق میروم. شاید دیر آید. ای خدایا این چی تقدیر است از من. خداوندا با من کمک کن تا پسرم را از این راهی بد برگردانم. خدایا این مردم چقدر دیر کرد. خدایا یکون گپ شدگیست حتما یکون کاری بد کرده است. مردک به تو یکون چیز لازم نیست؟ پسرم برای پدرت کم ترا بیار. ها داره بیا پسرم. سلام خاله جان. السلام علیکم جان. خوش آمدید. کدام شما شما رو به اینجا آورد؟ مرحمت نمایید. گذارید چینید؟ تشکر خاله جان. شما خوب هستید؟ شوهرتان خوب است؟ خوبیم تشکر. خاله جان واقعا مردان در خانه است؟ چی یگان واقع شده است؟ مردم سحر بر وقت به درس رفت. چهل درس؟ این دروغ است. من حاضر از بیمارخانه آمدم. مردان از سببی از معیار زیاد استفاده بردن مواد مخدر جان جوان خود را از دست داد. چی؟ مردان پسرم شیف مردم در خانه نیست. چی؟ مردم در خانه نیست. او را پیدا کن. نیست در خانه یگان کس نیست. او را پیدا کن وگرنه دستگیر میشوی. نیست نه پدر نه مادر یگان کس نیست در خانه. او را پیدا کن. شیف های مرغان چیکار میکنی؟
ای داروی دست اهریمن، نشه ای بیرنگ سازی هر چمن، نشه ای حیلت بشوری انجمن، نشه ای بیرنگ سازی ما و من. هر کی با تو یار شد آزرده شد، یا گلی امیدی او پژمرده شد. راد مرد بود اگر افسرده شد، زوده گشته با سعادت خورده شد. خیرن سازی جهانی آرزو، میبری تو از بهارش رنگ و بو، میکنی خاموش ذوقی جستجو، میبری در چاه ناکامی فرو. با غم و اندوه هم آغوشش کنی، به بیزات و خانه بر دوشش کنی. مرگاور زهر را نوشش کنی. عاقبت در گل خاموشش کنی. دوستان عزیز، چرا ما فرزندانمان را با دست خود به دم مرگ می سپاریم؟ نخواد پول از جان آدم قیمتتر باشد. نخواد یک بار هم فکر نکرده اید که پسر شما به جای این پسرچه باشد. یک بار فکر کنید، آخرین پول به درد میانه که تو به خانه میاری، جان چندین جوانان بیگناه را از دست میدهی. نخواد این است میراث ما به فرزندانمان. من همه را گناهکار نمودنی نیستم، اما خودتان یک بار خوب فکر کنید که شما چی کار کرده ایستاده اید و باقی توکل همه شما بر خدا. همسالان عزیز، این کاری که من کردم سخت پشیمانم و با شما مراجعت کرده میگویم به این کار دست نزنید، زیرا عاقبت این کار پشیمانی است، ولی پشیمانی سود ندارد. تشکر زیاد. این بود نمایش فوجیوی از دسته استقبخشش. هرچی بود در این صحنه تماشا کردیم. چی بدی داشت، چی نیکی داشت، چی بور داشت، چی باخ داشت، همه دیدیم و تو چی اندازه ما خود قضاوت میکنیم باقی از عقل ما و شما وابسته است. جوانای مهربان، و برای این قدر صمیمیت آمادگی دسته ها، دسته استقلال و دسته وحدت رو روی صحنه میخوریم. هر دو دسته روی صحنه.
барости ман қоил шудам дар ҳамин истеъдод ҳунар ва лаёқатмандии ҷавонони дарвоз дар ин қадар муҳлати кӯтоҳ тавонистам бовар кунед саҳнаҳо аз баъзе театрҳои ҷумҳурӣ ҳатто дар сатҳи буланд кашофӣ гардида буданд ва ман умедҷон носировро ба саҳна мехонам барои тақдими тӯҳфаҳо марҳамат раиси муҳтарам шояд бардошти хешро аввал иброз медоштед ва баъдан дигар суханҳо рости гап ҷавонони мо тавонистанд дар як муддати кӯтоҳ ба фикрам дар 15 рӯз ҳамагӣ тавонистанд як намоиши сатҳи ҷумҳуриявӣ ҳам гӯем хато намекунем омода карданд аҳсан ба устодон ҷамоати деҳоти нурбанд ба фикрам таҳти роҳбарии акай каримҷон омода карданд яке аз шахсиятҳое ҳастанд ки медонед ки номбардори саҳнаи дарвозанд дар сатҳи ҷумҳурӣ ҷамоати деҳоти вишкар таҳти мо ҳайрон шудем саломат бошад беҳтарин саломат бошад боварӣ комил дорам ки дар оянда низ мо сайру кӯшиш мекунем дар якҷоягӣ ҳамин саҳнаро хуб ба роҳ монда то сатҳи ҷумҳурӣ бардорем саломат бошед хоҳарчаи мо толияҷонам хеле хуб баромад карданд яке аз ҳофизаҳо итминон дорам ки дар саҳнаи ҷумҳурӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ номбардори дарвоз мешаванд давлат миллат мешаванд ва додари мо номи саҳнавиш сомон буд номи аслиша намедонам сомона офарин беҳтарин офарин маҳорати беҳтарин нишондам раиси муҳтарам барости вақте ки солиёни зиёд алиши муҳаббатро рӯи саҳна медидем ва мегуфтем ин мардакҳо беҳаёт хӯрдааст ҳеҷ пир намешавад дега ҳамун шакли сурати давраи 91-92 мебинем лекин ин аз чи аст ин рӯ ба маънавиёт овардааст ва чун ино бар ман гуфтанд ки чаро ҳакамон нагузоштед гуфтам ҳакамон ҳама ҳакамон чаро мо боз камбудӣ алиши муҳаббатро мо пайдо мекарда бошем наход камбудӣ дошта бошад кориашон солиёни зиёд кор кардааст наход кори ӯ ина мо имрӯз баҳои паст бидиҳем ва ё театри тавҳиди дарвоз ки роҳбарии ӯро устод каримҷони саъдон ба уҳда дорад моваронаҳру хуросонро чарх зад фарҳанги дарвозро муаррифӣ кард ва ин лаҳза гӯё баҳои паст мегирад ман гумон намекунам ҳама баҳои олӣ медиҳем мо омадем ба ин саҳна то ки дӯст пайдо кунем на душман мутмаинам ки ана ҳамин гуна квн ва ё маҳфили зарифонро бештар хоҳем кард то ки ин ду устоди меҳрубон тавонанд шогирдон пайдо кунанд ҷойгузини хеш пайдо кунанд вале иҷа вале ҳам дорад бевале нест сараввал хостем баҳогузорӣ кунем ҷои аввалу ҷои дуюм мо камбудӣ пайдо накардем дар саҳнаҳо ҳарду давоғи рӯз буданд ва мо ду ҷавон интихоб мекунем аз ҳарду даста инҷа на кори алиши муҳаббата баҳогузорӣ мекунем на кори каримҷони саъдона инҷа малака ва маҳорати аъзоёни ду командаро марҳамат пешниҳод мешавад муаммоҳо каримҷони саъдон шогирдатон омода бошад ва алиши муҳаббат нагрехтааст оста рафт ҳозир меояд алиши муҳаббата букоме биёрем мо муаммо пешниҳод мекунем як муаммо ба ин як муаммо ба он кадоме дуруст ҷавоб дод ҷои аввал ва ҷои дуюм яъне мо камбуд пайдо накардем дар рафти саҳна ва шеърҳо мо дар ҷаҳонбинӣ устод алиши муҳаббат иҷа биё хеле дарак надорем хоҳиш мекунам як ҷавони чолок ҷавони бомаҳорат ҷавони боистеъдод назди мо биёр мо бо ӯ саволу ҷавоб мекунем
جوان دختر جوان پسر شما نه استاد اکش با کاراتون رو کردید دو جوانی دیگر از دست معما میگویم شما اگر دونید مرحمت این نقش مسافر رو بنهاد اولی رئیس محترم اجرا کرد بنهاد از اینها رئیس محترم میگوید سامان را فریاد کن سامان انتخاب شد رئیس محترم گفت ما دیگر معما برای شما پیشنهاد می شود برای اون که لقمه از زر نشود لقمه از دستخوان نشود من معما را آهسته در بر گوش اینا میگویم تا که شفافیت شود روزی؟ رحمتی که دنیای خودش داره من معما را گفتم برای هر دو کمانده هر دو دسته ساعت ندارم ولی 20 ثانیه 1 2 3 4 5 6 7 8 معما را خودش بلند میگوید یا من میگویم بلند و جوابش از این میپرسم شما راضی؟ زنده باشین جوانای درواز تیار؟ سامان تیار؟ ای خیلی نه تو تیار جواب یک جواب است راست است یا ناراست تقدیر همین بوده است بز بعد از 7 سالگی چی می شود؟ بز 7 سال عمر نمی بینم میکشمش ما یک بز داریم در خونم ند 11 سالشی این نسل میتیا گفته هیچی گمش نمیکن جواب نادرست همه وقتی که کفتر از زد میرود در لبی او که میبینه یکش آب خورده است سوال بود خاموش ما برای شفافیت میستیم کفتر در آب میزند یک کفتر شکارچی میزند که برای در آب میغلطه یک کفتر دو کفتر میشود چخیر خاموش من از شما پرسیدنی نیستم درست سویش نمیبی خاموش شما لوگه ندارید گوش کنید خلاصه رخیدم برآوردم بوز بعد از 7 سالگی 8 ساله می شود وقتی که می رود شکارچی دستش در آب تر میگه کف دست شکارچی تر می شود 2 کف تر می شود هر دو بهترینند هر دو دسته خالی سلامت باشید استاد کریم جان سعدان با افتخارنامه برای اشتراک فعالانه و سزاوار گردیدن بچه‌های بهترین هرشی محبت برای اشتراک فعالانه و پیشوا سرنامه بچه‌های بهترین و توفه ها سپاریده بشوند یگان کس از جاش نجوم باید موسیقی